میکاپ از اون میکاپ هست که حتما واسه تابستون بعد امتحانش کنی. پس بیا تا بهت یادش بدم. توی مرحله اول از یه ضد آفتاب رنگی با کاور متوسط استفاده میکنم و بعد این قسمتایی که تو ویدیو میبینین از کانسیلر استفاده میکنم. این میکاپ یه نکته داره که حتما باید از برانزر خیلی زیاد استفاده کنین، چون که این میکاپ تابستونیه. این نکته توناژ پوستتون رو گرمتر میکنه، میکاپتون هم تابستونی تر میشه. از این روشگونه با توناژ قرمز روی گونه هام، بینیم، پیشونیم و چونم ازش استفاده میکنم. اون حالت آفتاب سوختگی رو داشته باشه. فقط به این قسمت ها پودر فیکس میزنم. برای کل پشت پلکم از یه سایه قهوه‌ای استفاده میکنم. از همون رنگ به بن مژهای پایینم میزنم. رسیدیم به قسمت مورد علاقه‌ام، سایه شیمر. از یه سایه شیمر با توناژ برنز استفاده میکنم. از استخوان پلکم ادامه میدم. زیبایی این سایه شیمر براتون نگم، فقط خودتون ببینید. همون پلت یه رنگ روشن‌تر رو انتخاب میکنم. قسمت داخلی چشمم میزنم. چون میکاپ باید خیلی نچرال باشه، از خط چشم استفاده نمیکنم، فقط از ریمل. ولی به سلیقه خودتون با سایه مشکی میتونین بهش خط چشم اضافه کنین. با یه مداد قهوه‌ای کمک اضافه میکنم که اینم سلیقه‌ایه. در این رژ لب میخوام از ترکیب این دو تا رنگ لیپ گلاس استفاده کنم. در نهایت جهت شاین بیشتر از هایلایتر استفاده کنین. اینم از نتیجه. امیدوارم که دوستش داشته باشین. تا ویدیو بعدی بوس بهتون. بای.